آنان که زندان یک سگ را دلگرمی و قفس بلبل را موسیقی میپندارند، در آن سرزمین عشقی فوران نخواهد کرد. شاید بلبله داره میاد از این قفس آزاد کنه و تو که زبونش میدنی بلبل هم چه خوب آواز میخونه. اون شاید داره فوش میده بسیش من آزادم کن. از کجا میدونید چجوری اینقدر راحت برای حیوانات تصمیم میگیرید؟ برای همدیگه تصمیم میگیرید؟ وقتی اینقدر راحت برای حیوانات تصمیم میگیرید، وقتی یک دختر جوان اینقدر راحت یک حیوان رو برده خودش میکنه و اصلا توجهی به یک نیاز اون حیوان نداره، خب پدرش هم اون وقت توجهی به نیاز اون دختر جوانه نداره. میری میبینی دقیقا همون پدری سر بچهش توجه به نیازش نداره که گربه داره، چون توجه به نیاز گربه نکرده.